اکنون برمیگردیم دوستان عزیز از نبرد پهلوان تاجیک خواجه‌زاده بیروز با سردار چیر. وزن 73 کیلو در ردبندی جهانی خواجه‌زاده بیروز در جای 15 ایستاد، یعنی 15 جای المپی. بله. علاقه وجود در ردبندی در دعوتنامه گرفتگی و تو مای معنی میشه که میبرد. در این وزن دو ورزشگر جمهوری تاجیکستان یعنی سامان محمد بیکوف قهرمان جهان بین جوانان و خواجه‌زاده بیروز پیشرفت هستند. سامان یک سینه بالاتر است بعد از مسابقه چمپیونات جهانی مراکش 700 خال برای او تهیه کردند. این دو ورزشگر یعنی خواجه‌زاده و بیروز سندچی در بسیار مسابقه ها می‌خوردند و یکی از اینها در شهر دبی بود در بازی‌های چمپیونات آسیا. هم خود همین سال خواجه‌زاده همین سندچی را مغلوب کرد. در چمپیونات جهان بله در چمپیونات آسیا نرفت خواجه‌زاده. بله البته میبخشید. خب ببینید رمزی همچنین سامان محمد بیکوف نیست این پهلوان مغول رو، یعنی سیدوچی فقط دو رقیب اصیل داشت در وزن زیر 73 کیلو، همین سامان و خواجه‌زاده را مغلوب کرده بود. دیگر اکثر هم پیروزی به دست آورد و همچنین چطوری که شما گفتید یعنی عنوان قهرمان آسیا را در همین سال به دست آورد. ولی ورزشگران مغولستان از جهت قوه یعنی فیزیکی بسیار باقوت هستند و هم از جهت تکنیکی. ولی خواجه‌زاده کوشش کرده استفاده از تمام کمیکات خود گیرد و یگان اصول تکنیکی را اجرا کند، یعنی اصول تکنیکی دوست داشته. اگر رمزی با رقابت قبلی یعنی قهرمانی جهانی آنها نظر افکن نباشیم، خواجه‌زاده بیروز از نادرست قپیدن کمیکات یعنی از نادرست قپیدن همون دست به خواجه‌زاده شیدو داده شده از طرف داور و باز همون حالت گرفتن کمیکات. ولی هر دو ورزشگر حرکت کرده ایستادند که یک اصول تکنیکی را اجرا کنند. حالت اسایکو ولی ورزشگر مغول میبرد از این. بله در این حالت همین حالت وضع بود که در قهرمانی جهانی سال 2019 همین سال یعنی خواجه‌زاده رقیب را با همین شکل به قول دیگر آهسته بسیار مغلوب کرده بود. حالا اکنون باید اصول یپونسی نگر استفاده بود در چمپیونات جهان و صاحب وزاری شد در همون وقت. باز یک حرکت تکنیکی پای در پای این نشان میده که باید پیشرفت است و بعد یک چند حرکت همین خیلی تکنیکی میتواند شیدو رو به عریفش دهند، چون که پیشرفت است. حتی پهلوان مغول آن نوبت اعتراض بیان کرده بود و دست خواجه‌زاده را در آخر نگرفت به خاطر اینکه ناراضی بود، گویا از پرتافته بود. اما این نوبت پهلوان مغول معلوم است که بر مقابل این اصول البته کار کرده است، چون که مسابقه ها بسیار هم باز یک یعنی همون اصول بردروغ اجرا کرد ورزشگر مغول و صاحب شیدو شد. برابر اکنون شیدو برابر شدند. هر دو از جهت تکنیکی بسیار سخت هستند هر دو ورزشگر. همون یک اصول استفاده میبرند هر دوشون. حالا دوستان عزیز اکنون نبرد پهلوان تاجیک خواجه‌زاده بیروز با قهرمان فعلی آسیا سید آچیر در اینجا با یک شدید دوام دارد و پهلوان مغول نیست. حالا اکنون برای جویا شدن گریبان و آستین خواجه‌زاده کوشش میکند. هر دو یک سم گوشتی میگیرند و برای یکدیگر مشکل برابر است. بله برابر است، معلوم است. شاید برای نگرفتن همون کمیکات یعنی نگرفتن زخماتشون شیدو داده میشن، چون که حرکت ها برابره. ولی خواجه‌زاده کوشش کرده استفاده است همون اصول تایاتوشی رو استفاده را، یعنی علی که پیش پا را استفاده برد، ممکن یعنی دو سه بار همین خیلی حرکت ها را اجرا میکنن و از طرف داور به حریفشون شیدو داده میشن. باز یک حرکت از طرف ورزشگر مغول، ولی این
وزاری نیست چونکه حرکتی که اولی در تکرار با نشان میتند از طرف کمیسیا دیده میشود برای دادن همین اصول یگان حرکت چونکه حرکت در وقت اساسی تمام شده اینجا ولی با فکر من یگان حرکت تکنیکی نیست ولی از طرف کمیسیا همون حرکت ها را دیده میشود که در اونجا 3-4 کامرا کار میکنند در حالت تکرار نشان دادن ولی حرکت یگان چی نشان نداد یعنی اصول تکنیکی اجرا نشده اونجا ولی خواجه زاده باید همین خیلی گشتینه نگیره و حرکت کند قامت راست کند و پیش صف باشد حالا اکنون برای استفاده بردن سیاگاناگه یعنی تکنیک دوست داشته پهلوان خیلی طلایی لازم است چون که وقت اساسی تمام شد و با گولدینسکو یعنی خیلی طلایی لازم است فکر میکنم در اینجا داور اولو خلاصه خود را میبرارد و شاید از طرف مربی آچیر رو تاکید کرد که مربی خواجه زاده رو باید استفاده برد همون اصول تکنیکی خود چون که همون باز یک حرکت دیگر کوششی خواجه زاده حالا صبر نداده است و پهلوان مغول الکی درک کرده است که رقیب با این شکل میخواهد او را مغلوب سازد و آچیر نیز پیوسته سعی و کوشش دارد و باید نبراید در اینجا بیروز است که تله کرده اون ورزشگر مغول ولی اما ببینید داور برای برآمدن نوبست از آنه که بله حالت بود که یعنی مجبورا بهروز را از مرکزی میدان بیرون میبرد اما این تهدید برای یک شیدوی دیگر است برای خواجه زاده خطرناک است چون که میتواند همون قول یک شیدوی دیگر گیرد و سبقت انجام بده ولی خواجه زاده کوشش میکنه که یک حرکت تکنیکی را اجرا کند در اینجا باز پیوسته حرکت تکنیکی بله سیاگاناگه اکنون بکر نرفت تو خیلی بله اما این خطر دارد برای خواجه زاده باید از این حالت خود را برطرف کند و برعکس حال باید اکنون خواجه زاده بیروز بیدار گردد و شاید برای کوشش کردن از اصول های معروف کار برد باز یک و صد افسوس که باز یک اصول خفکنی را ولی توپ دادن در اینجا ولی از دست دادم این چهره ها هر دو چهره هستند به یکدیگر آشنا هستند و یکدیگر را خوب میدونند برای همین بله بسیار مشکل است اگر حرکت تکنیکی را اجرا کردن بله اکنون باید موقع خود را نیز خواجه زاده مستحکم نماید چون در اینجا اگر اسلام یک پیروزی 100 خال را هدیه میکنه باز یک حرکت تکنیکی حاضر خواجه زاده پیشرفت باز اما همچنین دو حرکت پای در پای از طرف خواجه زاده ممکن به ورزشگر مغول شید داده بشه چون که حرکت های پای در پای خواجه زاده داره البته شید برای پیشرفت نبودن باز یک حرکت اما خواجه زاده ولی نیست ولی اولت از سایکونی باید اجرا شد وزری دادم برای پهلوان اما با فکرم این نبود وزری برای چی دادم من حیرانم چون که حرکت تکنیکی را باید دیده برویم با سبکی بله این حالت تکرار میشود شاید در اینجا برای ما نیست میسر میگردید که این آواز را ببینیم که چگونه است و با فکرم این حالا به طور رسمی هم این حالنامه را نبرده بله ولی وزری متاسفانه خواجه زاده مغلوب شد از طرف ورزشگر مغول
و با انا اکنون رمزیشان بیرو من برای چی میگم بعضا حالت ها میگن که بی‌طرفی داوران است شاید در اونجا هم کسبورش در بالا نشستن بله چون که تاتمی رو باز کنیم بعدا در همین موضوع صحبت میکنیم در